تحلیل بیت کوین امروز توی تایم فریم ماهیانه که هنوز نشون دهنده یه حرکت صعودی پرقدرت هستیم و شکست سقفمون به صورت کلی انجام شده. اگر که کندل به همین شکل بسته بشه و تغییری ایجاد نشه که هنوز 12 روز ازش مونده. توی تایم فریم هفتگی بعد از زدن یک کندل بزرگ حالا یک کندل تقریبا بی تصمیم گرفتیم و با اینکه نوسان بالا داشته، هم خریدارا مخواستن برن بالا و هم فروشنده مخواستن میان پایین، ولی خب کماکان قیمت زیاد از کلوز کندل قبلی جابجا نشده. ولی خب توی این قضیه بیشتر قدرت خریدارها بوده که غالب بوده، ولی مقابله از سمت فروشندگان باشون بالا بوده به دلیل برخورد به اون سطح مهم. ولی خب ریاکشنی که داشتیم اونجا 4% ریزش کرده مارکت ما رو، ولی خب تقریبا بیشتر این حرکت رو برگشته، شاید نصفش رو برگشته مارکت و خب هنوز نشونه ضعف روند قوی به ما نمیده. توی تایم فریم روزانه بعد از این حرکت صعودی که شکست سقف باش همراه بود، حالا وایسادیم یه جایی و اصلاح هم نمی کنیم، روی حمایتی هستیم، در اصلاح زمانی می کنیم با اینکه ریجکت سنگینی از سمت 120,000 خوردیم، ولی خب هنوز ناحیه 117,000 ما رو نگه داشت. هرچند شکست این 117,000 میرسونه ما رو به 115,000، ولی خب فعلا این انتظار رو نداریم که بخواد 117,000 بشکنه، چون تو تایم فریم روزانه تبدیل شده به یه حمایت توی تایم فریم روزانه و نتونستن کندل زیرش ببندن. و چیزی که انتظار وجود داره اینه که ما دوباره 123 رو تاچ کنیم، حالا چه بسا که اونو بشکنیم و بسن 130,000 خیلی شارپ حرکت کنیم. توی مدتی هم که داشت بیت کوین رنج میزد دامیننس ریخت و خب آلت کوین ها خیلی سود دادن. توی 4 ساعت باز مثل اون اتفاقی که اون پایینتر افتاده بود، ما داریم داخل یه مثلث حرکت میکنیم. حالا امروز که شنبه است دیگه مشخصه که امروز هم هیچ نوسان خاصی نخواهیم داشت، یعنی انتظار داریم که این مثلث، ولی هیچ وقت به خاطر اینکه انتظار داریم این مثلث ایجاد بشه ما تصمیم خاصی نمیگیریم، ولی این دید رو میتونیم داشته باشیم که امروز هم نوسان کمتر و یک شنبه این مثلث رو برای ما بشکن.